مرتضی نه خدای جدی آتیکان آتینگانه که بچه بخورم مسیلا کو یا جی خوشی نه والله شاطر والله تدي سواي بناسي وتجي وانجي شاب چی شد؟ دوستان گل به ویدیوی ما خوش اومدین. امروز که نه ساعت 1 شب اومدیم قبرستون، اونم واسه چی؟ چالش داریم واسه شون. اینا میرن قایم میشن این قبرا چپ راست، هر کسی اینا رو بتونه پیدا بکنه. اگه 2 تا پیدا کرد مثلا واحد برنده 2 میلیون پول خواهد شد و اگر چالش هاشو قبول نکنه داخل جهبه میره و باید کل خاشو باهاش بچرخه. و تا انتهای ویدیو با ما همراه باشین. اینم آقای واحد صاحبخانه صاحبخانه نه کافه 6 رستوران. اینم یاسر راجکمار. خب دوستان تا ویدیو با ما همراه باشین، تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. بریم واسه اینا رو قایم کردیم و باید از ما یک نفر بره و من نمیفهمم کجا، نه آقا میفهمه و نه آقا میفهمه و قرار لای قبرا بریم و اینا رو پیدا بکنیم. قراره بدترین ترسا رو اینا داشته باشیم در سال 2025. باید بترسن، شاید بگم که این بهترین ویدیوی یوتیوب فارسی خواهد شد، چون واقعا اصلا نماهن شده هستش. نه این چی، چون واقعا قبل از نزدیک ببینیم من ریدم میشه. بیا پلنگ پلنگ بلو باید تو بس پلنگ بلو پلیش اولی نفر موته آقا تو نه آقا میگفتی من میرم جان من نترسم. خب تو یلی اگه من مرتون آقا این میگه که من یلی به من گنگستر، من جنگ تو هیچ، یعنی تو چفم نیستی. خب برو مشکلی نیست، خودش برو دیگه، برو به مان خدا. ما رو دیم اشتا به قبرستان تا ساعت 2 شب آخه که جورت کن به ایده بی قبرستان تا ما وکوریم ما را آخه که گو دافت لوانه بدریکا به دیم ابرین ما بای بیشتی آمو یکی دیم اتفاق با اون پیش بیاتی ما دیگه پلینگ را بستی نزدیک آقای فیلمر بیا، من باید کار دارم. تو بیا حاجی. ما دور شدیم از واحد، این چالش نیست. ما الکی اینا رو بردیم به طرف چالش. اگر اینا برن ما 3-4 نفر رو اونجا قایم کردیم داخل قبرستون و اینا اصلا نمیدونن داستان چیه و اصلا نمیدونن دیگه. ما جبگیر بود سری ما گو بل من رگی کن در 120 دیگه 120 یک لحظه این شماره نشان نده اینده چه خبره. وایت نظر چه داشت؟ نظر چه؟ تو باید بری. اگر نری به بچه ها میگن هر جای شهر آقای واحد رو دیدی بهش بگی بگا. مشکلی نیستی؟ آقا تو شهر هر کی دید از فالورا خود میدونه، همه فالورا خودمونن، همه ما رو میشناسن. و اگر نتونی بری هر جای شهر دیدیرش بهش بگا بزدل به پارسی میشه بزدل. کوچکنی گوه که تواره منو خو کاریم منو بچشن دیم دا موتی چم چیه تواره سهنگانه که درجه سهنگانه که درجه
شواجه سنگان شواجه والا نه خدای سنگان شواجه والا سنگان شواجه ها ما آقا ما سنگار رو زدم چی شد؟ بس چون بود؟ نه خدای سنگان شواجه ها بابا سنگار رو ما زدیم چی شد داداش؟ هیچ بدون شوخی رفتی چی شد اصلا اونجا؟ با سلامتی رفتیم با دل اینقدی برگشتی نه بابا تو ریدی بودی میگه سنگ زدم بدون شوخی بگو چی شد؟ خدا میخوام ببینم برای بیندی چی شد اصلا این سنگ برای بیندی واقعا سنگ زدن من نتوانی پاتا توضیح دهی تو آی برای بودم مرده گبرده ما تا گنده ریدی؟ وای خب من میخوام برم دوستان عزیز من یارم رو چی بکنم من ریم شی جوگیر بوده اوره شی جوگیر خاموش کن میری یا نمیری؟ من نه جنر ولی کاس خلا باشه جعبه انتخاب کردی؟ نه من نه جوار نبود ها نگاه کن منو جعبه انتخاب کردی؟ نه من اکثر رات تو برگشتم کارتون رو ودی کو دوربین ما خراب فیلم گرفتن شد وارم ندیم مثلا در جاری هم بید اولی سری ما ودی کو آتیکو هله شوخی میکنه نگاه کن باید خودش بره اگه نره با تو جعبه حتما باید بره من خودم میرم بری روستا تا بری خود دوستان عزیز اینا ریدن و من میخوام برم و اون نور زده تو چشام واقعا من وای اومدیم ببینیم اینجا آقا قبرستونه به پیر و پدرم اینجا قبرستون هستن بهت بگم که اینجا نگاه کن قبر فقط قبر وای پشما خب اینا میگه سنگ زدن ولی من باور نمیکنم تا از نزدیک نبینم هیچی رو باور نمیکنم هر کسی کاری نیست برو جدی داشتم من توضیح دهیم که تمام بیان 2 دقیقه من رفت تو 2 دقیقه تو لاشی سنگ جد من ندان سنگ یا چیه پیزن من رفت ولی سنگارش که جد پلنگارون بس تورس تو واقعا قلبون داشته بره اولاله تا واتر پزورون رسیند چپی بود 2 دقیقه بیاساره اصلا هیچ رو باور نمیکنم اصلا من از هیچ نمیترسم آجی سنگ زد به پیر به پیغمبر داره سنگ بیا من نمیترسم من میرم آجی داره سنگ میزنه نمیدونیم چی هست اصلا وای بسم الله الرحمن الرحیم آجی سنگ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و یک نعبد و یک نستعین من نمیترسم بچه آجی سنگ داره وای پشما بیخته وای به پیر پیغمبر داره سنگ بزنه نمیدونه کی آجی صدا چیه میترسم ولی من میگم آجی چه سنگی بچه سنگ بزنه داریان سنگ بزنه بابا این کیه به خودم من ترسیدم آجی به پیغمبر من میرم ولی نمیخوام برم من باید چیزی پیدا بکنم با خدا من واقعا من از جن میترسم من تنها کسی میترسم خداست بس تموم آره داداش آجی بزن نزدیک‌تر بریم آجی آجی پشما هی یک جیخ جوانه تیم کش تاوار بوده برو بچه آجی پشما بریخت خدا سر من راهم نمیبینم بچه جن آجی من فرار میکنم
وای پشما آجی من پیدا نکردم من نرم من یارم وای پشما آجی به پیر پیغمبر فکر کنم گیره نیمه بچه یک در گار رکشی که شما وی والا تدیسه وای بیا نسی بچه چی بچه بچه چی او आवडेस माया किरे मोडतो वेदा ना खुदाई जेदी और जी खाना और सेंगा ना के بچه बच्चा बुखदा मस्ती ला को याती है जी कशी ना रूह अल्लाह शाता والله मर्दुमी थे के नहीं बुखदा कसम بچه میپک मस्ती को सेंगा मन कुमार ने रूह अल्लाह गुड़ा में दिया गिर इजाब न कुड़ी خب معلوم نه من تا نرم من بابا فکر کنم وایسه کما پیشیا مردم وره نه نه boş mu mardum meşan vur من نو گیارتش آقا برای دو نفریه چیز آیا تزارگاه باز دو نفری نیست آقا تورسه آقا فکر میکنی من ریدم برای با هم دو نفریه بله لالا پیشیا چیه کجا پیرشه واری کیه دو به پیر پیغمبر من نمیدونم کیه اینو نزانه یا بریم نشسته که حالا نه توصیلی فقط هم دل توپ بکن آجه باید بریم نورا برده وای تو هم بیا نگاه کن جان تنه گوسفندی تو بیا آجه پشما واقعا نمیدونم بابا تو مرگری پیسه مازان جریان چی تبره دقیق صدا این طرفی بود فکر کنم شما هم بیاین بریم بچه هم مرده شد خانه ده سب کن نه اگر رو بیاکری آورده پر آستی ولی مرده شد خانه ده نه یکی هست تو بیا نزدیک کی این طرف دستم خوش شد بریم یه طرف بگیریم واقعا یکی هست میدونم چیه واقعا نمیفهمم چیه کاملا قبره آجی پشما دقیقا باید یکی اینجا باشه بیا برگرد تو بیا صدا این طرفی بود فکر کنم وای ریدم به بیا برگرد بیا بریم ببینیم کی برگردیم کارتون ها کجا وای دستم خوش شد یه چیزی هست وای دستم خوش شد حاجی اینجا کاملا قبره حاجی تو هم رأس سنگ انداختی نه واقعا فکر کنم یکی بود و بیا برو تو بیا برو آقا تو بیا برو تنهایی خودت بیا برو نفر اول مگه اون هر چقدر باشه نفر اول خیلی خواهی داشته باشه تو ریدی واقعا نفر اول من رفت لاله آقا تو چرا رفتی وقتیش اتفاق واسه وقتی نیفتاد که وقتی سنگان جنت سنگان مجنه به سر گوه شوا آقا چی میگه میفهمی من اومدن یکی رو آوردن میتونم نه میتواننی معلومه مردم یه وای پشم جی فجاره نه واقعا یکی هست آقا یکی هست هیچ کنه وای پشم هیچ کنه وای دادا مت گفتیم که خب اگه قبول نکنه بره چالش رو انجام بده باید بره توی جعبه ولی تو جعبه نرفت ولی من بهش گفتم خیر تو جعبه نمی گفت نه نمیام تو جعبه فلان بعدش گفتم خب باش ما کنارا نزدیک قبرستون بیرون اومدیم توی خیابونه الان نمیخوام اسم خیابون رو بگیرم گذاشتیمشو ما اومدیم طرف خونه خب دیگه من نه چالش رو قبول کرد قبرستانی و نه جعبه و تابرو هم میش گفتم پیاده کابرو منو شمیدم بسم الله کرده در رنگ حالا ما نمیدونم داره چی میگه بهش گفتم فیلم بگیر از خودش برام بفرسته نظرت چیه در مورد این پرنگ ترسیدی یا نترسیدی توی چی میگفتی من نمیترسم و فلان مرد زاگه نترسی چی مثلا اگه کپت مرد مومن ترسیدی واقعا بگوی 120 جان
واقعا ترسیدی؟ اصلا دروغ نگو به. ترس واقعی همیشه رو تبزانه برای کبرستانه. Yalandı merhametin, yalandı nevaziş. اینو تو اینجا سیاسفیدش کن جان. آقا دیگه ما گذاشتیم با اینا واحد و فلان. بعد گفتم اگه خودش فیلم بگه مثلا من بفرسته. این ترسیدن اینایی که میگفتم من هیچی نمیترسیم. ریدین دیگه داداش، ریدین بدجورم. خب دوستان عزیز خیلی ممنون تا انتهای ویدیو با ما همراه شدین و اگه لایک این ویدیو 500 تا برسه چند تا رفیقم دیگه دوز موز میدی اما جنوین نمیگه خوبه. دوز میدی ماگی من فکر کنی 40 گوشی با اینی. خب رسیدم پلکه فستان. خب ساعتیه تهران شو کبرستان آره دیگه. شهر اینی قبولم کرده در رسیدم چهار را پشت کوه. لکه در این بینیم ساچن که دوره. چون این در چیزی خسته بودم بردشی. خسته بودم با خدا دیگه کاش که رفتیم تو ماشینی جعبانی پدر ده. اینجوری ترکیسان نزدیکم ولی پدر اون دریا با خدا چند که پیاده گیا تو شاه مسیر ناما نوشیده ایدن 3 دفعه برای این دکانه یک آبی گیریم شده شد کنی فکر سال که مرد. بای بای. خیلی ازتون ممنون. لایک و کامنت سابسکرایب کانالتون نره اصلا ابدا. خداحافظ.